ملاقات یعقوب و عیسی. یعقوب دید که عیسی با 400 نفر مرد می آید. پس بچه هایش را بین راحیل و لیا و 2 صیغه قسمت کرد. صیغه ها و بچه های آنها را اول و پشت سر آنها لیا و بچه های او را و راحیل و یوسف را هم در آخر گذاشت. یعقوب جلوتر از آنها رفت و 7 مرتبه به خاک افتاد و سجده کرد تا به برادرش رسید. ولی عیسی دوید و به استقبال یعقوب رفت. دستش را به گردن او انداخت و او را بوسید. آنها هر دو گریه می کردند. وقتی عیسی به اطراف نگاه کرد و زنها و بچه ها را دید، پرسید: این همراهان تو کیستند؟ یعقوب گفت: ای آقای من، اینها زنها و فرزندان من هستند که خداوند از روی لطف به من داده است. پس صیغه ها و بچه های آنها جلو آمدند و تعظیم کردند. سپس لیا و فرزندانش و آخر همه یوسف و راحیل جلو آمدند و تعظیم کردند. عیسی پرسید: مقصودت از آن دسته های دیگری که دیدم چیست؟ یعقوب گفت: آنها برای خوشنودی تو بود. اما عیسی گفت: برادر، من به اندازه کافی دارم، اینها را برای خودت نگه دار. یعقوب گفت: نه، خواهش می کنم اگر به من لطف داری هدایای مرا قبول کن. دیدن روی تو برای من مثل این است که خدا را دیدم. تو با من خیلی دوستانه رفتار کرده ای. لطفاً این هدایا را که برای تو آورده ام قبول کن. خدا به من لطف کرده و هر چه احتیاج داشته ام به من داده است. یعقوب آنقدر به عیسی اصرار کرد تا عیسی آنها را قبول کرد. عیسی گفت: پس حاضر شو تا برویم. من هم با شما می آیم. یعقوب گفت: ای آقای من، تو می دانی که بچه ها ضعیف هستند و من هم باید از گوسفندان و گاوها و بچه های آنها مواظبت کنم. اگر آنها را 1 روز بدوانم همه آنها می میرند. ای آقای من، لطفاً تو جلوتر برو. بنده هم آهسته طوری که گله ها و بچه ها بتوانند بیایند به دنبال تو خواهم آمد تا در ادوم به شما برسم. عیسی گفت: پس بگذار چند نفر از این مردانی که با من هستند نزد تو بگذارم. اما یعقوب گفت: ای آقای من، احتیاجی به اینها نیست. فقط لطف تو برای من کافی است. پس همان روز عیسی به طرف ادوم رفت. اما یعقوب به سکوت رفت و در آنجا خانه‌ای برای خودش ساخت و جایی هم برای گله درست کرد. به این سبب اسم آن محل را سکوت گذاشتند. پس یعقوب از بین النهرین به سلامتی به شهر شکیم در سرزمین کنعان رسید و در مزرعه‌ای نزدیک شهر اردو زد. او آن مزرعه را از پسران حمور پدر شکیم به 100 سکه نقره خرید. در آنجا قربانگاهی درست کرد و آن را قربانگاه ایل، یعنی قربانگاه خدای اسرائیل، نامید.